نغمه مادر شد. آیا با واقعیت نغمه در این سن مادر شده است؟ طفل نغمه از شوهر دومش بوده است و یا خیر؟ افشای حقایق تازه نغمه با شوهر دومش و منگل در امریکا، حقایقی که اصلا باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. نغمه هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای کشور که شهرت و محبوبیت خوب هنری در میان هنرمندان سابقه دار کشور دارد. نغمه 14 قبل کارهای هنری خود را به طور رسمی با سرودن آهنگهای دوگانه با آقای منگل آغاز کرد. منگل شوهر اول نغمه بوده است، ولی اینها در سال 2006 به دلیل مشکلات خانوادگی از هم جدا شدند. آقای منگل تاکنون ازدواج دوم نکرده است، ولی نغمه ازدواج دوم کرد و شوهر دومش تاکنون هیچ طفلی نداشته است. اما این روزها تصاویر در صفحات مجازی درز کرده است که نغمه شوهر دومش طفل دار شده است. جالب اینجاست، آیا با واقعیت نغمه در این سن باردار شده است؟ نغمه تاکنون در هیچ برنامه تلویزیونی نامی از شوهر دومش نبرده است و همیشه از وی ابراز رضایت و خوشحالی کرده است. نغمه در کشور امریکا زندگی می کند، با دختران و پسرانش در رابطه است. یکی از دختران نغمه خانم آقای شفیق مرید بوده است، ولی مدت دیری می شود نغمه دیگر به کارهای هنری خود ادامه نداده است و آهنگ برای علاقمندانش ثبت و نشر نکرده است. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. من هم آرزوی خوشبختی، سلامتی و موفقیت برای خانم نغمه از خداوند منان آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.